همدیران عزیز 18 آگوست سال 2024 می باشد و ما قرار داریم در دهه لوچابی ناحیه برزوق در درون کوهستان یک موضع نهایت بزرگ یک کوه رو نشان دهیم. در این موضع همسایه ما حاجی یوسف واقع کرده است و سال گذشته سال 2023 و 2024 از من درخت نهالی پسته خریداری کرد، شفتالو و چرمه است و اینچنین دیگر درخت‌ها. باز ما قرار داریم در نقض پسته که همین سال خریداری کرد ماه فوریه ماه چند ماه میشد 8 ماه میشد 7 ماه میشد شنوده است. پسته‌اش نمای به نهایت خوب دارد. من نمی‌دونم پسته پیوندی است و خدا خواهد یک این پسته 3 سال پس میبندد. باز با پیش دیگر درختش میرویم با دیگر درختش رو نشون میدیم. اینش یک پسته دیگر اینم پیوندی است. باز همینجا پیوند کرده شده است. از همینجا نشون نمایش بهترین است. در یک سال 2 وجب شده است. سال آینده قد آدم میشود و باز یک پسته دیگر رو میبینیم اینجا. من این یک پسته دیگر است. نشونمایش به نهایت نغز است. من جای پیوندش معلوم است جای پیوندش و نشونمایش بهترین است. این زمین سنگلاخ است. من ببینید سنگ است و پسته عادتا زمین سنگلاخ را به نهایت دوست می‌دارد. باز بریم باز نزد دیگر پسته ها. بازو اینش پسته نارینه می باشد. سال گذشته شنودگی بود. ببینید که قدیمش است. این گل میکند و نمیبنده دیگرش رو بردار میکند. ها اونجا با پسته از پیش باید رویم کنیم. اینش نارینه است. من در اینجا ببینید حاجی یوسف جوره ما خطاگی کرده است. من اینجا جای پیوند است. من اینجا من پیوندهش رو نبریده است. از پیوند بالا بر کرده کلان شده است و نبریده است. این رو باید حتما از اینجا بریم که پسته جای پیوند کلان شود. من حاجی یوسف همسایه گپ میزنم میبرد و لیکن هم خیلی خطاگی در اون نتید پیونده رو مونید و اگر نارینه نباشد مایلش هم پیونده هم نارینه استد میشود. اگر نارینه الهیده در نزدیکی داشته باشد اینجا با فقط پیونده رو مونید و از اینجا برید که این پیونده کلان شود. به پیوندش نه. ما میریم اینجا. من باز یک دیگر پیوندی ببینید در یک سال 2 وجب شده است. زمین رو ببینید چقدر سنگ است. انا در زمین الان خیلی سنگ. پسته خودش رو در زمین سنگی برای زمین سنگ خودش رو میکشد. هم خیلی دوست می‌دارد. باز میریم باز پیش دیگر. یه باگمون هم دیدیم همش رو. خلاصی گپ پسته های دهه لوچوب به نهایت نشون خوب دارن. و بعد از 2 سال خود خواهد این پسته‌هاش در بهره میدونن. اگر شما خواهید ما برای شما پسته‌های پیوندی میبریم. من باید دیگر در اینجا میبینم. من کلان شده است. ببینید زمین خشک سنگ لیکن پسته خودش رو چقدر نغز حس میکند. زمین لحم باز از این هم نفسش میکند لیکن زمین سنگ این چی بیان باروش این مادرش در گویو. من همدیاران عزیز شما اگر از من درخواست کنید من به شما نهالی پسته میبیارم ترکی. ماهی نوامبر پولش رو میدید و ماهی فوریه آورده به شما میدیم. من خیلی همدیاران عزیز من رقم تلفنم رو میمونم در حالت پسته درخواست کردنتون من به شما دسترس میکنم. دونسته مونید که از همه قیمتترین مال این پسته است و بیزنس اساسی در ساحه کشاورزی بیزنس بهترین این پسته است. در پناه خدا باشید.